خب بعدش زمانی که بستر کارتون انجام شد باید اطلاعاتی که از دوربینتون دارید، حالا باد ریت، پروتکل و آیدی آدرس رو وارد کیبورد کنترلرتون بکنید که بتونید دوربین رو ست بکنید. تصویر دوربین نه باید نجد کنکتینگ که مشخص بشه دوربین. میبینید که با وارد کردن اطلاعات در واقع دوربین و ست کردن دوربین و کیبورد خیلی راحت دوربینتون میچرخه. حالا این فاصله میخواد 1000 متر باشه یا هر چقدری که لازم باشه. خب مرسی جان تاکی. ما فقط یه مقدار باید فکر میکنم سریع‌تر بریم که برسیم به بحث اصلی که به انتقال تصویر داشته باشه. من دوستان مورد بعدی که در واقع مورد بعدی میرسیم به DVR ها. همونطور که می‌دونید دستگاه DVR وظیفه دریافت، ضبط و پخش تصویر دارن. برای بسیاری از مشتریان دنیای مدرسه در واقع دلیل تفاوت قیمتی که تو دستگاه‌های DVR وجود داره به نوعی با ابهام همراهه که ما می‌خوایم به نکات مهمی که سبب این اختلاف قیمتی میشه بپردازیم که باید پیش از خرید DVR بدونیم. ببینید نکات مهمی که تو دیارها وجود داره، نکات اصلیش این هستش که خب تعداد دوربین‌های قابل پشتیبانی که خب واضحه با توجه به نوع پروژه و تعداد کانال‌های صدای قابل پشتیبانی که این یک اختلاف قیمتی بین دستگاه‌های DVR داره. فرضاً DVR 4 کانالی که حالا صدا ساپورت می‌کنه یا ساپورت نمی‌کنه، حالا دوستانی که تو بحث فروش هستن می‌دونن که اختلاف قیمتی تقریبا میشه گفت زیادی داره. یکی از بحث‌های اصلی که شاید خیلی کسی در ابتدای کار خیلی بهش توجه نکنه و الان تو پروژهش روش مشکل بشه، بحث تعداد فریم ها توی ثانیه است یا هم مخفف FPS. این در واقع تعداد فریم ها مهمترین چیزهایی هستن که توی DVR مطرحن. شما همونطور که می‌دونیم توی ایران سیستم پال در واقع کار میکنه و سیستم پال 25 فریم توی یک ثانیه تصویر رو ارسال میکنه. یعنی شما زمانی که تلویزیون دارین نگاه میکنین شما دارین 25 فریم میبینید که هیچ در واقع دیله یا وقفه‌ای تو تصویر دیده نمیشه. خب حالا دوربین DVRی که مثلا میاد میگه که فول دیوان با دستگاهی که دیوانه فرقشه. دستگاهی که مثلا شما میرید میگه آقا مثلا این دیوانه اونم دیوانه، تفاوت قیمتی فاحش. به خاطر چی؟ یکی از دلایلش اینه، شما نمیدونید میرید دیوان میخرید بعد میبینید توی پلی بک کردن دوچار دیلی میشین و بحثای دیگه که وجود داره. چون ممکنه دیوایسی وجود داشته باشه دیوان رکورد بکنه ولی دیوانی که 15 فریم رکورد میکنه، یعنی به صورت ریل تایم این دستگاه رکورد نمیکنه. خب مسلما موقع پلی بک شما 15 فریم میبینید به جای یک دستگاهی که باید 25 فریم میبوده 15 فریم. و کلمه فول دیوان اینه، یعنی اون دستگاه مثلا 4 کانال ابعاد دیوان تعداد فریم 25 فریم در ثانیه، که این بحث مهمیه که حتما تعداد کانال هاتون رو رعایت بکنید. بعد مورد بعدی این که ظرفیت هارد قابل پشتیبانی که هر دستگاهی هر چقدر سی پی یوش قوی تر باشه تعداد هارد بیشتری میتونه پشتیبانی کنه. حالا ابعاد کیس حالا به کنار، ولی هر چقدر سی پی یو دستگاه کم ضعیف‌تر باشه، مثلا این دستگاه یک هارد 1 ترابایت بیشتر پشتیبانی نمی‌کنه، ولی دستگاه تا میتونه 3 ترابایت پشتیبانی کنه که اون در واقع توانایی سی پی یو اون دستگاه هستش که در ظاهر دیده نمیشه ولی در باطن چیزهایی وجود داره که اون اختلاف قیمتی رو به وجود میاره.
مورد بعدی که خیلی اونم مهم هستش برای دوستان، تعداد کانال پخش در هنگام بازبینی. باز نکاتی که وجود داره، مثلا میبینید شما دستگاه میخرید میگن دستگاه فول دیوان، باز میبینید این فول دیوان با یک دستگاه فول دیوان دیگه باز اختلاف قیمتی زیادی داره که دلیل دیگرش اینه توی دستگاه ها در واقع مدیریت سی پی یویی که وجود داره. شما فرضاً یک دستگاهی قابلیت این داره که 4 کانال فول دیوان رکورد بکنه، ولی از اون ور موقع پلی بک میاد به شما میگه من یک کانال پلی بک بیشتر نمیتونم بدم در همزمان. یعنی شما حالا یه اتفاقی افتاده میخواین 4 تا دوربینتون رو ترک بکنید پشت سر هم، ولی شما باید اول دوربین یک رو ببینید، استاپ کنید، دوربین دو رو انتخاب بکنید، در صورتی که دستگاه فول دیوانه. ولی یه دستگاه دیگه‌ای وجود داره که در واقع فول دیوان هستش، 4 کانال رو فرض می‌کنیم، باز 4 کانال پلی بک هم همزمان بهتون میده که باز این اون بحث اختلاف قیمتی رو اینجا خودشون نشون میده. یعنی شما پلی بک میتونید 4 تا رو همزمان ببینید، یا حالا مثلا تعداد 16 کانال هم همینجوری میره. 16 کانال مثلا حالا دیگرای جدید که 960 شدن، 16 کانال فول 960 رکورد میکنه، ولی از اون تو پلی بک 8 کانال بهتون پلی بک میده. یا شما میرید تو تنظیماتش، حالا یه دیگه هم سریع دمو میکنیم ببینید 16 کانال رکورد میکنه، فول دیوان هم هست، ولی توی پلی بک 16 تا هم میده. باز نکته بعدی که وجود داره، حالا این 16 تایی که تو پلی بک بهتون میده با چند فریم پلی بک میده. یعنی بخواید یه مقدار موشکافانه روش بحث بکنید، باید خیلی دقت بکنید ببینید پروژه‌تون چی نیاز داره. به اسم فول دیوان جزئیات داره که باید اینا رو حالا دقت بکنید توی خرید دستگاه. خب اینا مهمترین چیزاشو که رسیدیم. و مورد دیگه تعداد فریم و ابعاد تصویر برای انتقال تصویر هست. شما یه زمانی توی پروژه دستگاه نصب کردین، حالا مدیران مختلفی که تو جای مختلف وجود دارن میخوان که روی کامپیوترشون تصویر رو ببینن. بحث دیگه که اینجا وجود داره، اکثر دستگاه‌ها دوال استریم هستن، یعنی با یک استریم در واقع هم مین استریم که هم کیفیت تصویر رکورد میکنن و با استریم دوم یا اکسترا استریم انتقال میدن روی بحث شبکه. دستگاه انتخاب کردیم که خیلی قابلیت‌های خوبی داره، ولی روی بحث شبکه که میره با دستگاهی که مثلا فول دیوان بوده روی شبکه توانایی داره که با ابعاد 30 و 15 فریم برای شما رکورد انتقال بده. مثلا مثلا من دستگاه دیوان خریدم، فول دیوان، همه چیز اوکیه، چرا روی شبکه اینجوریه؟ و این هم باز نکته‌ای که باز اینا رو باید رعایت بکنیم که مثلا طرف مدیریت من میخوام عین همون تصویری که میبینم و اینجا ببینم، باید موقع خرید دقت بکنیم که تعداد فریمایی که روی نتورک میره و ابعاد تصویری که روی نتورک میره چقدر هستش. حالا خروجی مناسب با توجه به نمایشگر هم که غالبا خودتون با توجه به نمایشگری که وجود داره رعایت میکنید. حالا موردی که وجود داره، حالا ما میخوایم که یک مدل DVR رو کاملا منوهاشو با هم دیگه بررسی بکنم. مسلما سوال روی DVR زیاد هستش. اگه لطف کنید اجتماعی بس کنیم من از من حالا ما یه مورد دوربین DVR پولاریکس رو استفاده میکنیم. شما مسلما دوستان با پولاریکس همگی کار کردیم، برای همین ما دوربین پولاریکس رو مدل 141 که این دستگاه هایبرید هستش. حالا من متاسفانه وقت کم اد کردن یه دوربین آی پی هم روی این دستگاه هایبرید هم خدمتتون توضیح میدم. خب مرسی. من سعی میکنم به در واقع فیچرهایی که خیلی مهم هستش توی این DVR دیگه بپردازم. اگه با سوالی مطرح شد سعی کنیم مطرح نشه که بعد از کلاس من در خدمتتون هستم. ما بعد از این کلاس یه تایم تقریبا فکر میکنم یه ربعی آف با شما دوستان نیستم، توی اون تایم من در خدمتتون هستم. خب
این الان یه دستگاه مدل D141 هایبرید پولاریکس هستش. خب نکاتی که مهم هستش رو اول بهش می‌پردازیم. ببینید توی این دستگاه تنظیماتی که باید رعایت بشه و خیلی مهم هستش تنظیم اینپوت هستش. خب این کد این دستگاه. شما فرضاً این دستگاه خریدین فول 960 تماس گرفته میشه با شرکت میگن آقا ما 960 خریدیم دستگاه دیوانه. خب حالا من اینو بهتون توضیح میدم که کاری باید انجام بدید که دستگاه 960 بتونه. ببینید اینجا آل چنل که انتخاب بکنید شما میتونید که دومی گزینه رزولوشن تصویر یا همون ابعاد تصویر هستش که میتونید ابعاد تصویر دیوان، هاف دیوان، CIF انتخاب بکنید که معمولا برای شما مین استریم حالا اگه بحث استوریج براتون مطرح نباشه که حالا فرض کنید هارد 1 ترابایت دارید داره 20 روز رکورد میکنه میخواین که مثلا یک ماهش بکنین ناچار این که اگه هاردتون نمیخواین تغییر بدین یا رزولوشنتون رو بیارین پایین‌تر یا هاف دیوان بذارین یا بحث همون فریم ریتی که خدمتتون عرض کردم 25 رو کاهش بدین که می‌بینید این دستگاه شد فول دیوان یعنی دیوانی که 25 فریم رکورد می‌کنه. اگر این دستگاه ماکسیمم حالتش مثلا 15 می بود این دستگاه دیوان بود ولی فول دیگه نبود یعنی بهش نمی‌شد بگیم فول دیوان. بعد بحث دیگه این دستگاه کوالیتیه که معمولا رو های و هایست بالاترین حالاته. حالا باز بر دلیلی استوریج براتون مطرح بود میتونید این کوالیتی رو از هایست بذارید هایر هر چی بیانید پایین‌تر یه کوچولی کیفیتتون کم میشه ولی خب ظرفیت هاردتون میره بالاتر زمان بیشتری میتونید رکورد داشته باشید. توی این دستگاه نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره در واقع تنظیم صدای این دستگاه است. شما میکروفون رو نصب کردین همه کار رو انجام دادین صدا هم اوکی صدا ضبط نمیشه. این موردش اینه که این دستگاه دیفالتش فقط تیک ویدیوش برده حتما اومد به اینجا تیک اودیو رو بزنید که دستگاه متوجه بشه صدا هم باید ضبط بشه. مورد بعدی که خدمتتون عرض کردم اگه خاطر باشه گفتم بحث دوال استریم هستش توی DVR توی DVR پولاریکس توی قسمت اینکود این دو تا ستونی که وجود داره ستون دست راستش مربوط به انتقال تصویر هستش که اگه دقت بکنید بالاش هم نوشته اکسترا استریم. این دستگاه روی انتقال تصویر میتونه ابعاد CIF به شما بده یا QCIF که پایین‌تر. دلیل پایین‌ترش هم وجود داره که با توجه به سرعت پایینی که حالا اینترنت ها وجود داره بحث رزولوشن شما میتونید بیارین پایین‌تر که تصاویرتون از اون ریل تر دیده بشه. باز اینجا فریم ریتش رو میتونید انتخاب بکنید. میتونید 25 فریم بگین انتقال بده که خیلی منطقی نیست با این سرعت اینترنت چون کسی که حالا مثلا میخواد گوشی موبایلش ببینه بیشتر میخواد نظارت داشته باشه رو تصویر واسه همین 10 فریم هم کافی باشه و اینا میتونید انتخاب بکنید. کوالیتی هم که به همین صورت انتخاب میکنید و بحث اینجا هم میتونید انتخاب بکنید که صدا هم انتقال داده بشه یا نه. یه سری از دوستانی که حالا تو بحث انتقال تصویر هستن میگن که صدا انتقال داده نمیشه که این هم اشتباهه. صدا هم انتقال داده میشه نرم افزار هم داره و حالا اونا هم خدمتتون میگم. خب این بحث این کل این دستگاه بود. بحث دیگه تنظیمات نتورک این دستگاه هستش که شما حالا میخواین دستگاه رو روی شبکه‌ای که ببرین باید رنج آی پی که برای این دستگاه در نظر میگیریم با رنج آی پی شبکه اونجا یکی باشه که حالا کانفلیکت ایجاد نشه که دیفالت این دستگاه ها معمولا یا 1.10 یا 1.18 یا 1.20 چیزایی که من میدونم تو بازار هستن. حالا این 1.10 و گیتوی هم یکیه که این عبارت گیتوی برای بحث انتقال تصویر اهمیت داره و اون این که شما زمانی که میخواین انتقال بدید باید گیتوی DVRتون با گیتوی مودمتون یکی باشه. فرض کنید رنج مودمتون 192.168.01 اگر این گیتوی 1.1 بمونه شما به مودم شاید وصل بشین اونم میگم شاید ولی به اینترنت مودم وصل نمیشین. باید گیتوی این با گیتوی مودمتون یکی باشه.
این مورد بعدی بود. موردهای دیگه مدیا پورت که می‌بینید دیفالت این دستگاه 345/67 که اکثر دیوایس‌هایی که تو بازار دیوایس‌های چینی که تو بازار هستن این دیوایس این پورت رو دارن. یه دونه HTTP پورت داره که دیفالت همه دستگاه تقریبا میشه گفت 80 هستش. اینها میتونید تغییر بدید که حالا لازم نیازی نیست اینا رو تغییر بدید مگر اینکه HTTP پورت رو بخواید تغییر بدید که با مودمتون یکی نباشه. خب از این قسمت هم میتونیم بیایم بیرون. این بحث DHCP enable هم مال زمانیه که شما توی شبکه‌ای هستن که سروری وجود داره که خودش به دیوایس ها IP میده. شما برای اینکه نمیدونید رنج IP اونجا چی هستش میتونید در واقع خیلی راحت میتونید DHCP این دستگاه رو روشن بکنید که خودش در واقع از سرور IP بگیره. IP که مطمئنین دیگه کانفلیکتی با هیچ دیوایسی تو اون شبکه نداره. مورد بعدی که حالا توی این دستگاه مطرح هستش تنظیمات نت سرویسه که حالا خیلی گسترده شده. قدیم شاید چند تا سطوح به مرور که قابلیت‌های این دستگاه رفته بالاتر و میپرسن مثلا موبایل پورت این دستگاه کجاست؟ موبایل پورت این دستگاه تنظیماتش توی نت سرویس هستش که دیفالت تمامی این دستگاه 345/99. چند تا مورد خاص که شاید خیلی دوستان ندونن راجع به این دستگاه، قابلیت کلود هستش که توی این دستگاه هست و کلود و DDNS. کلود و DDNS در واقع قابلیت‌هایی هستش که شما میتونید بحث انتقال تصویر داشته باشین بدون اینکه IP ثابت داشته باشین. شاید خیلی جا تو پروژه‌تون باشه که به هر دلیلی نتونین IP ثابت بگیرید برای اون پروژه. خب این دستگاه قابلیت DNS داره، قابلیت کلود هم داره، میتونید از اونها استفاده بکنید. برای تنظیم کلود این دستگاه ببینید ما یه تنظیم داریم ARSP توی این دستگاه. من به صورت کلی کلود رو خدمتتون عرض بکنم. این که ببینید ما اینجا یه دونه سرور IP داریم، پورت داریم، یوزرنیم، پسورد. حالا این آپدیت فعلا باش کاری نداره. ببینید سرور IP که این دستگاه ها باش کار میکنه، حالا من میخوام بگم یادداشت بکنید، سایت XMI هستش. این سایتی که اینجا نوشته این سایت کار نمیکنه. سایت xmi.com سایتی هستش که کلود این دستگاه به این صورت هم عمل میکنه که شما دستگاهتون به اینترنت باید وصل باشه. حالا بحث نتورکش رو فرض بکنیم همه رو رعایت کردیم. وارد اون سایتی که خدمت عرض کردم میشین xmi.com. توی اون صفحه شما یه قسمت داره رجیستریشن. شما باید لاگین بشین. اول باید ساین اپ بشین. میاد اونجا از شما یه دونه یوزر نیم میگیره، یه پسورد. مثلا یوزر نیم رو میذارین مثلا کارخونه، پسورد هم مثلا میذارین 1+345. این یوزر نیم یونیک، یعنی فقط مال شماست. خب این یوزرنیم پسورد رو وقتی که ادش کردین، ثبت نام کردین تو اون سایت، بعد که لاگین شدین از شما میگه که از شما اطلاعات آیدی این دستگاه رو میخواد. این مک آیدی هر دستگاهی مخصوص همون دستگاه است. خب شما مک آیدی حالا از کجا میتونید تو دستگاه پیدا بکنید؟ تو دستگاه یه قسمت داره تنظیمات اینفو و ورژن. توی این دستگاه اگر دقت بکنین، حالا اینجا سریال نامبرش برای مهمه. توی این دستگاه یه سریال نامبر داره این دستگاه. خب این سریال نامبر فقط مال این دستگاه، هیچ دستگاه دیگه این سریال نامبر رو نداره. شما اینو در واقع کپی میکنین توی اون سایتی که رفتید رجیستر شدین، اد میکنین که اون سایت بفهمه که شما به کدوم دیوایستون مثلا وصل بشین. چون ممکنه شما با اون یوزر پس به چندین دستگاه بتونین ارتباط برقرار کنین. بعد در واقع آیدی این دستگاه رو اونجا اد بکنید. زمانی که این رو ادش کردیم، توی اون سایت و رجیسترتون کامل شد، توی این ARSP سرور IP تون هم سایتی که گفتم تغییر میدیم xmi.com بدون www. یوزرنیم رو وارد میکنیم که توی اون سایت رجیستر شده بودیم. حالا همون کارخونه فرض کنیم داده بودید، اون رو اینجا یادداشت میکنیم و پسوردتون. زمانی که این رو اوکی که کردیم، شما دیوایستون به کلود وصله و اپلیکیشن موبایل داره، هم برای اپل هم برای اندروید. میتونید اپلیکیشن دانلود بکنید که اون اپلیکیشن ها
از شما فقط این یوزر پس رو میخواد. یوزر پاسی که اد کرد، یوزر پاسی که بزنیم دیگه خودش میره توی اون سایت و میفهمه چه دیوایسی اد شده و تصویر رو میتونیم ببینیم. یا میرید خود همون سایت به صورت لایو میتونید تصویرتون رو از طریق کامپیوتر دیگه تصاویر رو ببینید. این حالا توضیح کلی بود که راجع به کلاود خدمتتون خواستم عرض بکنم. یه قابلیت دیگه این دستگاه داره، شاید دوستان سوال می‌پرسن، وای فای هستش. این وای فای این دستگاه‌ها به صورت اینترنال وجود نداره، یعنی ماژول وای فای وجود نداره. یه ماژولی هستش که به صورت منظور یو اس بی به این دستگاه وصل میشه، حالا کانفیگ میشه با این دستگاه و شما میتونید ارتباطتون رو با DVR به صورت وای فای داشته باشین. بعد بحث دیگه‌ای هم که وجود داره توی این دستگاه، حالا قابلیتی که وجود داره توی وایرلس کانفیگ، بحث WCDMA. در واقع شما میتونید به هر دلیلی یه جا اصلا فرض کنید وسط یه بیابون که نه به اینترنت دسترسی دارین به هیچی که دسترسی ندارین، میتونید از این مودم های 3G که وجود داره سیم کارت میخوره، میتونید از طریق اونها بحث انتقال تصویر انجام بدین. اونها هم یه دونه دانگل هستش از این مودم ها، از یه دونه یو اس بی یه دونه سیم کارت بهش وصل میشه و حالا یه سری تنظیمات داره که این دستگاه به اینترنت وصل میشه. فقط مشکلی که وجود داره، حالا من خودم رو شخصا بررسی نکردم، این که نمیدونم اون سیم کارت حالا همراه اول یا ایرانسل به شما آی پی ثابت میده یا نه. چون اگه آی پی ثابت نباشه در واقع تست موقتی دیگه، چون اگه سرویس قطع وصل بشه مجددا امکان تصویر شما به هم نیست. اگر این دو تا اپراتور به شما در واقع آی پی ثابت هم بدن، اون انتخاب هم یه سولوشن مناسبیه برای جایی که دسترسی به اینترنت نداریم. بحث دیگه ای که حالا خیلی مهمه، سوال روش زیاد هستش، تنظیمات دیجیتال این دستگاه است. خب ببینید این دستگاه و دستگاهی که حالا توی بازار هستن اکثرا توی قسمت تنظیمات دیجیتال مدیریت سی پی یو این دستگاه وجود داره که شما میتونید انتخاب بکنید. خب من اولیش رو به شما توضیح بدم. ببینید اولیش من وقتی تیک میزنم شما توی زیر شاخه آنالاگ نوشته چی 960. این دستگاه میگه چی؟ میگه که الان 4 تا کانال 960 به شما میده و مهمترین چیز دیگه اینه که حالا میگه پلی بک چنل، میگه 4 تا 960 و 4 تا پلی بک همزمان. خب حالا یه حالت دیگه داره، 4 تا دیوان و 4 کانال پلی بک. خب شما میگین خب اگه این گزینه وجود داره چرا این گزینه؟ این دلیلش اینه که این دستگاه 4 تا 960 به شما میده ولی فول فریم نمیده. 4 تا 960 اگه اشتباه نکنم 20 فریم میده این دستگاه. ولی زمانی که میذاریم رو 4 تا دیوان فول فریم یعنی 25 فریم با 4 تا کانال پلی بک همزمان. این دستگاه قابلیت هایبرید داره. مورد بعدی نگاه کنید که ستونی که آی پی هستش می‌بینید یه سری اعداد و ارقام وجود داره، نشون میده که این دستگاه قابلیت اتصال دوربین آی پی هم بهش وجود داره. خب وقتی که روی این مود می‌ذارین 2 تا دوربین آنالوگ به شما میده با ابعاد دیوان، یه دونه دوربین 2 مگاپیکسل به شما میده و یه دونه دوربین 720p یا 1.3 مگاپیکسل. مود بعدیتون اینه که تعداد دوربین آی پی تون بیشتره. این مود انتخاب می‌کنید که به شما 9 تا دوربین آی پی میده منتها با ابعاد دیوان. اوکی. این مورد قبلی هم دقت بکنید 4 تا دوربین اد شد ولی پلی بکش شد 2 کانال. این در واقع مدیریت سی پی یویی که تو این دستگاه انجام میشه. بعد یا این مورد به شما 8 تا دوربین میده با ابعاد 960 یعنی 1280 در 960. توی این مورد به شما 4 تا 720p میده. توی این مورد فقط 2 تا 2 مگاپیکسل میده. یعنی سی پی یوش انقدر دیگه لود میکنه که فقط 2 تا 2 مگاپیکسل ولی به شما میده. هر موردی که بخواید انتخاب میکنید و میتونید دوربیناتون رو عرضه کنید. چیز مطمئن بود؟ ما صبح ما چقدر وقت داریم؟ من به دوستان گفتم سوالاشون رو بعد از کلاس بپرسن چون مطلب زیاد مونده. برای من ترجیحاً مطالب مهم رو خدمت دوستان بگم. خب اینم بحث‌های مهم رو من سعی کردم پوشش بدم به دستگاه. من ترجیحاً برگردیم روی اسلایت هامون چند تا مورد در مورد پروژه ها فکرتون از کنم.
کم زمان برای شما خیلی گذشته ولی واسه من خیلی سریع گذشته، مثلا متوجه نشدم چه جوری. خب خسته شدین؟